دختری از زیر و تبار مذهبی، مادر سختگیر و یه پدر عصبی، عشق همجنسشون رسون به جنون، دلخون از نگاه معنا داره اینو، زد دلو به دریا گفت من انسانم، میگذرم من واسه حقم از جانم، مادر عشق نداره که هیچ حد و مرزی، نکن با زندگی دخترت بازی. اول به همتون خوش آمد بگم و تشکر کنم از اعتمادی که کردین و برخن حتی نمیدونستیم که پشت دعوت کننده بارونی ها یا انتقالای از دوستای مختلف به همدیگه کیا هستن و با این وجود به نظر میاد که ضرورت یه همچین نشستی خیلی روشن‌تر از اینه که به یه همچین سوالایی بشه آدم شرکت نکنه. برای همین در حقیقت من امروز 19 نوامبر ساعت 7:30 اولین نشست زنان لزبیان ایرانی رو که از کشورهای مختلف و اگه بخوام دقیق بگم از انگلیس، سوئد، فرانسه و آلمان و همینطور بچه‌ای که از ترکیه و ایران چه حضوری چه از طریق اسکایپ ما رو همراهی میکنن، در حقیقت میخوایم سر مسائل مختلفی که موضوع بسیار برای هممون و اینکه بدونیم چیکار میتونیم بکنیم برای آینده زندگیامون و اصولا تغییر فرهنگی که در تو مسئله لزبیانیسم و همجنسگرایی، مسئله کویر، هر کی با تعاریفی که ارائه میده، بحث بوله ترانسکسوالیتی و غیره، اینا رو بتونیم تو این 2 روزی که با هم هستیم بحث بکنیم و احیانا راهکردهاشو و راهکارهای عملیشو پیدا بکنیم. خب خیلی بده که ما برای انتخاب مسیر زندگیمون اینقدر فشار رومون باشه و این جامعه هم داره دائم به میزانی که ما مبارزمون رو تشدید میکنیم و علنی‌تر راجع به این مسئله حرف میزنیم، علنی‌تر حمله میکنه و لازمه که حداقلش اینه که ما پشتوانه و پشتیبانی همدیگر رو داشته باشیم و خب این ممکن نیست مگه اینکه اصلا بتونیم با هم تو جمعای خودمون بحثامون کردیم، چالشامون کردیم، تو سر کله هم دیگه زده باشیم و ارتباطات دوستی و کاری مشخصی سر این مسئله گرفته باشیم و شروع کردیم بحث کردن سر این مسئله. واقعیت اینه که روز شنبه بیشتر روش باید بریم روی این بحث که اساساً قدم‌های بعدیمون چی باشه، ولی تو گام اول ما قصدمون بود که اصولاً سر برخورد به هوموفوبیا من همینجوری وارد بحثم هم میشم دیگه و در حقیقت توی پروسه این که این دعوت رو صورت بدیم ما اومدیم تو دور اول با یه به اصطلاح میلینگ لیستی درست کردیم با یه دوستانی که بچه همدیگه رو میشناختیم و قصدمون تو دور اول این بودش که با بچهای گی این کار رو مشترک بکنیم، در حقیقت گی و لزبیان و ترنس های ایرانی و به نوعی توافق داشتیم که بیسکسوال به معنی که داره استفاده میشه مورد نظر ما نیست. یعنی شما اگر حس بکنی با وجود اینکه علنی زندگی نمی‌کنی ولی همراهانی داری یا کسانی هستن که اجازه نمیدن که شما بهت توهین بشه و تحقیر بشی و قوانینی دوباره باز علیه شما وضع بشه، اون حس امنیتی که می‌کنی حتی اگه نخوای علنی بشی بسیار مهمه و من فکر می‌کنم وظیفه ماست در تو نسل بعدی، در تو نسل خودمون و زندگی خودمون. من فکر می‌کنم همه ما حق داریم آرزوهامون رو زندگی بکنیم و هیچ کس حق نداره اینو از ما بگیره و به همین دلیل خیلی مصرم روی این که ما از این نشست، از دل این نشست اون چیزی رو بتونیم ایجاد بکنیم که کمک کنه به این مسئله. هیچ چیز دیگه به نظر من واقعا عمیقا میگم برای من اصل نیست. وقتی سر مسئله همجنسگرایی، لزبیانیسم، اعدام همجنسگرایان در ایران حرف زده میشه، برای من یه موضوع عام نیست. برای من هر زندگیه که نمیتونه انجام بشه. برای من هر کسیه که نمیتونه اونجوری که دلش میخواد با کسی که دوست داره تو خیابون راه بره، باهاش روابط اجتماعیشو تجربه بکنه و غیره. شما نیاز داری همراه و شریک زندگیت هم باهاش زندگی اجتماعی داشته باشی و این حق سلب شده است کسانی که تو ایران زندگی میکنن و به خصوص با مسئله جرم انگاری همجنسگرایی فشار بسیار زیادی میاد که به نظر من نباید دست کم گرفته شه، دائم باش سرش حرف زده بشه. من حدود 2 ماه پیش توی کوتاه میخوام ببندم بحث رو، توی هامبورگ سخنرانی آلمانی داشتم، بعد این آلمانی‌ها گفتن که شما آرزو تو حالا بگو. خیلی هم سوال خیلی شلوغ بود، برای من خیلی غیر عادی بود
بعد گفتم خب حالا آرزوتو بگو. خندیدم گفتم آرزوم اینه که یه اوارد ببرم. بعد گفتن نه واقعا. گفتم نه این شوخی کردم، چون من اگه بخوام آرزومو به شما بگم شاید برای شمایی که اینجا نشستین و دارین روی این حرف میزنین که یعنی سر مثلا بیمه همجنسگرایان حرف میزنین، سر حق ازدواج و غیره و غیره، شاید یه مقدار اصلا من شما رو جو رو غمگین بکنم، برای اینکه من آرزوم خیلی کوچیکه و آرزوم اینه که حکم اعدام از سر همجنسگرایی تو ایران برداشته شه و این اصلا نمیخوره به این همه خواستهایی که شما دارید و غیره.